یعنی که ضرر، همین ضرر 11 نمودش در سوره ناس و فلق نازل شده. سوره قل اعوذ برب الناس ضررای درونه بوده، سوره قل اعوذ برب الفلق ضررای بیرونه بوده. کسی همین ضررها را شناسه هیچ محل ضرر نمیبینه. ما امروز ضرر را میفهمیم و ضرر را نمیدونیم چیه. حضرت امام شافعی رحمت الله علیه گفتگی بودند که اگر همین قرآن همش نازل نمیشد، همین سوره والعصر نازل میشد، برای مسلمانان بس بود. همین ضرری که در سوره والعصر آمدگی ای نام ایره خداوند خسران میگه. این الانسان لفی خسر. آدمو میگه در ضررن. کدام آدمو؟ کیا نوع آدمو؟ قسم به عمر خدا خورده است که عمرو در بفایده رفته است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدگی بوده است غم عمر ما را میخورده. پیغمبر غم امروز بازار و فابریکه و زندگی و پس شدن پول و بلند شدن بنزین و این شد و این پروای این نداره. پیغمبر آمده که برای ما غم عمر ما نخوره، عمرتون بهوده رفته است میگه. برای همین سوره ها را کسی اگر فکر کنه ضرر فایده جدا کرده میتونه. سوره عصر این خدا قسم به زمان خورده است. ای مردم همین به زمان قسم میگه عمرتون بهوده رفته است. پیغمبر برای عمر ما گریه کرده بوده. یک سر مون برداشتیم 50 و 60 شدیم. فکر میکنی هیچی، فکر کردن در کره هیچی. همه همی ثواب سحر میبیاییم، محنت میکنیم، زن میخرونیم، فرزند میخرونیم، میپشونیم، زن و شوهر، همه این جنتی بودن، همه این ثواب. انا همین آدمای فکر کنن برابر دی همین اطاعت خدا را پیش برن، همین آدمو وقت بریدن، همین آدمو در ضرر نیستن. لیکن به خاطر همین خدا و رسولش اگر قفا دامون همین آدمو بای دادن. برای همین اینجا جایی هسته که شماها هم رفیق رسول اکرم میشه، هم همسایه پیغمبر خدا میشیم، هم قطعی پیغمبر پیغمبر در جنت اجویه میشه. پیغمبر وعده کرده کسی در تجارت های قطعی من فردا در جنت های گفته اگر با خیانت در رسول الله کنه با پیغمبر دور میشیم. ضرر را شناختن در کاره. یک تا سوره والعصر، یک تا سوره فلق، یک تا سوره ناس. قل اعوذ برب الفلق، بگو ای حبیب من محمد همه خدایی که شب تاریک سفید کرد تمام روزی تو بلا آفت هم در دست همو بلا آورد همو خودش جانیمه میکنه. تا ایره خدا بیرون برو. همین خدا را بزرگیش ببین که تمام دنیا جمع شود صبح دمونده نمیتونه، لیکن همین صبح تاریک کی میدمونه؟ همین صبحی که این قدر تاریک همین را کی روشن میکنه؟ میتونیم هم آسمان را روشن کنیم. همین خدایی که قادر آیا قطره آب ما را خلق کرده، قادر صبح تاریک روشن میکنه. برای همین خداوند وعده کرده است که پیغمبر از همون صبح دمان پناه طلب که صبح تاریک، همین صبح تب تاریک میگیره چیکار میکنه؟ روشن میکنه. برای همین چی بلا آفت مصیبت ها بالای سر مونده برادران میبیاید، ما ایره خدا بیرون نبرویم که در اجر با اجر داره، با این راه ها ثواب داره، این راه ها با مقام داره، این راه ها با منزلت داره. برای همین چیز هست نیست ما باید ای خدا دور نشویم. قل اعوذ برب الفلق، بگو ای پیغمبر پناه طلب کنن این مردم، پناه طلب کن از پروردگاری که صبح میدمونه. هیچ کس در ادراک عقلش نمیگیره که این شب ظلمانی تاریک روشن کنه و یک آمدن آفتاب. این شب تاریک بین که یک آفتاب روشن میکنه. هیچ جمعه ناامید نشوی. دنیا فسق منافق کافر، یک آدم رنگ آفتاب باری میبیاد تاریخ دنیا رو عوض میکنه. یک رسول الله را بینید صلی الله علیه و سلم، یک خوشانامد دنیا را چقدر روشن کردن. ما همیشه باید از رحمت خدا امید داشته باشیم. اولین کاری که مسلمان میکنه باید با پرگی درون و بیرونش به خدا بسپره.
ما را خدا بانی میکنه. هیچ کس بانی کردن نمیتونه. آدم الله بانی میکنه، آدم الله پیش میبره، آدم الله خودش میتیه. همه کار ای جانب خداه. برای همین ای خدایی که همین صبح میدمونه ما باید پناه طلب کنیم. کی قدرت داره میگه صبح میدمونه پیش ما را کی هوی میکنه، کاری ما دا کی برکت میتیه، ما را کی نگاه میکنه. یک کارای باید ما از رای خدا دور نشویم. من شر ما خلق. ای پیغمبر صبح دمونه شناختی، فهمیدی صبح که میدمونه. دویم از بدی هر چیزی که او خلق کرده بدی داره، ای خدا پناه طلب کن. یکی را به زهر ترور میکنن، یکی را به قلم، یکی را به یراق ترور میکنن، یکی را به دیگر کار. تهمت ای دسیسه ای سحر ای جادو ای زهر ای هزار بلا آفت امروز خدا خلق کردگی همشه و در وجودش بدی داره. بدی را الله خودش یک نیمه میکرده. بدی را خدا خودش یک نیمه میکنه. هیچ کس بدی را یک نیمه کرده نمیتونه. هیچ کس. ای حبیب من پیغمبر، اگر تمام انسان ها جمع شوند، تمام جن ها جمع شوند، تمام دانه هاتون جمع شوند، تمام جاهلاتون جمع شوند، همه بشر جمع شوند، همه یک سوزن در بحر پرتایه، همه سوزن ای بحر چنقه آب میگیره. حدیث قدسی ای خدا قدی رسول الله گپ زده سای. همه سوزن ای بحر چنقه آب میگیره. هیچی حال مخلوق در پیش رحمت غضب من هیچی ای. هیچی نیست. میگه شما با من پناه بره، ای من طلب کنه، پیش قدرت من بیایه. اولتون آخرتون جینتون انسان عالمتون ظالمتون دارندتون نادارتون جمع شوه، یک پشر ریسک داده نمیتونه. یک کسی یک دقیقه عمرش پیش اخیف کرده نمیتونه. این همش منم ای دست مخلوق هیچی نمیبیو. من شر ما خلق. لیکن ای بدی همه چیز خدا دا باید پناه بریم. بدی ها زیادن برادرو. به توفیقی بدی ای، به هدایتی بدی ای، رفیقی بد بدی ای، کلینی بد بدی ای، زنی بد بدی ای، رفیقی بدی ها زیاد ای. ایرا الله جل و علا شانه خودش جدا نکنه. ای دست هیچ کس هیچی نمیبیویا. ای دست هیچ کس هیچی نمیبیو. این همش نشانه های عظمت الله ای. ایرا الله میتی آدم ده. من شر ما خلق. از بدی هر آن چیزی که تو خلق کردگی من پناه میطلبم. ای خدا بدی ها زیاده برادر. بسیاری آدم ها در صدمه ها وحشیانه مردن، بسیاری آدم ها در سوختن ها مردن، بسیاری آدم ها باور کنه در همین جا یا فابریکه بود زوار بود ترکیده بود رفته بودیم آدم ها رو یا پنجه خاکستر شایفتیم. شهیدش ما در همین طرف کدام هم اینجا ابلاسو بود. آدم ها رو رفتیم پنج ایا خونه دو تا سه تا چهار تا خاکستر یافتیم. همین قدر مثل کندهک سوختگی همین وطنامون بودن. ما باید پناه طلب کنیم. بدی بسیار رای ایرا خدا نگردونه، هیچ کس پیش ایرا گردونده نمیتونه. برای همین همیشه دست در انامی نمازا بلند کردن در کاره که خدایا ما را از بدی ها خود نگهبان شو. این بدی ها چیزی بسیارن. این بینا در اوج فلک 13-15 هزار متر در آسمان یا تیاره از عملیات یک سال آدم میبرده یا جمعه شیرانه. ایرا رحمت الله میبیاره نه او مخلوق. اگر رحمت الله نباشه ای دست هم مخلوق هم هیچی نمیبیویا. من شر ما خلق. ای بدی ها پناه میطلبیم. بدی ها زیاده. اکنون بدی های بیرونه بده. چی بده این بدی های بیرونه؟ من شر ما خلق. دزد، زهر. خدا من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب. پیامبر یکی از بدی ها آمدن شب. در این شب بسیاری کارا میشه برادرها. بسیاری آدمای خوب در شب نابود کردن. شب جای مردی نیست، شبگردی مردی نیست. برای همین بزرگان ما میگفتن که بعد از نماز عصر تمام دروازه های آفت بالا کشاده میشود تا حاجت نداشته باشی شو نبرو یگونجا. یک آمدن شب بین. همین شب خودش یک دهشت های. همین شب قریبی بامداد دیرتر شوه کو، بامداد 5 دنه شوه 7 دنه شوه کو، همین شب درازتر شوه همه را دهشت میگیره. شما روز نشدسته یکی ای دهشت ها شبه. این تاریکی را بین. برای همین مثال های الهی های ما باید این ضرر را بینیم. این روز که شب میکنه این شب که روز میکنه.
این بدی‌ها را کی برطرف میکنه؟ پروردگار صبح. انمو میدمونمشان. ما باید از در او پناه طلب کنیم. و من شر النفثات فی العقد، از اون بدی پوف میکردگی هایی که در رشته ها پوف میکنن. امروز برنامه ها میسازن، سیاست ها میسازن، قدرت ها میسازن، رنگ جادوگری های سری همه را تو دودیان. نمیدونی چیکار کنی؟ برنامه ها هم رنگ جادو های امروز. یک جادوگری حیران میشی. نمیدونی کی حق های، نمیدونی کی درستکار های، نمیدونی کی را گوش کنی. خدایا از این طایفه مکارم و پناه میطلبیم. هزارها سال فرعون مردم به یک حکومت جادوگری دوره میکنه. شما یک بچه‌اش سر میدیدی. من کلانو رو پرسه 80-90 سال کمونیستا مردم به خدا اداره کردن. حزب به خدا بود. مردم بچه‌اش سر میدید. یک برنامه است رنگ جادو های. هم یک جادو های. مردم نه ترابیش هم میدونیست بیچاره، مردم نه روزش هم میدونیست، نه روزه گرفته میتونیست. تمام حرکت همین بود که حزب به خدا. خدا وجود نداره، پیغمبر وجود نداره. ای کلانو پرسه روزه گرفتن نمیتونستن، ترابه را 10 کس نگاه میکنه باید جمعیت ترابه میخون. یا برنامه این پیغمبر پناه طلب کنه این بدی ها. من شر النفثات فی العقد، پوف میکنن. اساسا میگه ساحر و جادوگرا. اغلبیت دنیا این سحر و جادوگری هست.